تحلیل روزانه فارکس امروز پنجشنبه 25 آپریل. سلام به فارکس سیتی پرو، خوش اومدید. بالاخره برگشتم. یه چند روزی، یه 10 روز فکر کنم شد که تقریبا نتونستم باشم. از امروز بعد طبق روال قبلی پیگیری میکنیم تحلیل هامون رو، واچ لیستمون رو و ویدیوهای آموزشی رو. امیدوارم که این چند روزی که نبودم تونسته باشید خودتون بازار رو تحلیل کنید. حالا از این به بعدم هستم و خیلی کمکتون میکنم تا جایی که بتونم. بریم با هم بازار رو نگاه بکنیم. خیلی خودمم الان روی بازار مسلط نیستم، چند وقته که واقعا از چارت دور بودم. بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده دیگه، با یک نگاه تازه ببینیم که چطور شده، تحلیل هامون به چه صورت پیش رفتن. امروز تمرکزمون روی یورو یو اس دی، شاخص دلار و طلا خواهد بود. یه سری نکته کندل شناسی داریم روی طلا میخوام بهتون بگم که دیدتون یه مقدار عوض بشه. بریم ببینیم که شرایط به چه صورته. خب اخبار یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم چیا داریم. امروز 25 آپریل دو تا تعطیلی بانک داریم که حالا خیلی هم مهم نیست. برای ساعت 4 خبر مهم برای دلار آمریکا. جی دی پی، تولید ناخالص داخلی فصلی، فوق العاده مهمه از این بابت که خب به خاطر اینکه بفهمن سمت رکود رفتن یا نه. تولید ناخالص داخلی، اصلا خود تعریف رکود با این جی دی پی انجام میشه به خاطر نرخ بهره بالا و خیلی اثرگذار روی شاخص دلار. حواستون باشه. درخواست بیکاری هم که هر هفته داریم دیگه و اعدادش اعداد پایینیه در کل. وضعیت بازار کارشون حداقل چیزی که تو این آمارها داریم میبینیم بد نیست. ساعت 5:30 هم تعداد خونه هایی که حالا قرارداد بستن و میفروشن به صورت ماهانه درصد تغییراتش رو میده. دو تا خبر مهمه که امروز برای دلار آمریکا داریم. برای ارز دیگه خبر دیگه ای نداریم، پس حواسمون به دلار باشه بیشتر و شاخص دلار و طلایی که میتونه روش اثرگذار باشه. اما بریم سراغ چارتمون. از یورو دلار شروع میکنیم ببینیم به چه صورته. تحلیل یورو دلار و شاخص دلار رو ترکیبی انجام میدیم و یه نکته هم بهتون میگم که خیلی کمکتون میکنه. ببینید نکته اینه، جاهایی که شاخص دلار و یورو دلار هر جفتشون با هم روی یک مثلا حمایت یا مقاومت قرار دارن، خیلی اثرگذاری اون حمایت یا مقاومت بیشتره. چون کسی که داره بر اساس شاخص دلار ترید میکنه مثلا روی یه حمایت و میخواد بخره، کسی هم که داره بر اساس یورو دلار ترید میکنه همزمان مثلا روی مقاومت من میخواد بفروشه و اینا با هم دیگه یه جورایی سینکن دیگه، هماهنگن. اما اگر سطح حمایت مقاومتی این دوتا با هم فاصله داشته باشه، بالا پایین باشه، خب اون تقاطع تحلیلیه کمتر اتفاق میفته و اثرگذاری هر کدومشون کمتر میشه. حالت دوم این چیزیه که الان اتفاق افتاده. ببینیم برای یورو دلاری که داریم نگاهش میکنیم، خب در تایم فریم روزانه یه ناحیه مهم سبز رنگ داشتیم که شکسته شده، یه کندل خیلی قوی هم زیرش زده اما بعدش جونی نداشته و برگشته به این ناحیه سبز رنگ. خب در نگاه اول کلاسیک نگاه کنیم چی میبینیم؟ میگیم آقا یه ناحیه حمایتی بوده، شکسته، داره بهش پول بک میزنه، اوکی اینم قبوله. اما شرایط طوریه که من احساس میکنم یه مقدار از این ناحیه رد میشیم. حالا این پول بک همچنان میتونه باشه، یعنی پول بک به این سطح لزوما نمیاد روی این سطح و برگرده، میتونه بره بالاتر اینجا انجام بشه پول بکش و برگرده. از یه فیبوناچی میتونیم کمک بگیریم، یه فیبو بندازیم روی سر تا ته این موج آخری که اینجا انجام شده. فیبو 50 یه مقدار بالاتر از این سطح، میتونه تا فیبو 50 به راحتی خودشو برسونه. همه اینا رو در نظر بگیرید، کنارش خبر امروز هم قرار بدید چون اون خبر خیلی اثرگذاره. پس این رو میبینیم. جدای این قضیه من برم توی تایم فریم روزانه ببینمش که به نوع اینجا یه دونه دارم کف دوقلو میبینم و زده شده، فعال شده، چه برم توی تایم فریم 4 ساعته که یه مقدار واضح تر این حرکت آخر رو ببینم، حرکتش بوی سعودی زیادی میده. یعنی تازه انگار یه کانالی داریم اینجا که این کاناله رو من میتونم این شکلی بکشم و این کانال انگار میخواد از بالا شکسته بشه. کانال ابتدایی روندی یادتونه قبلا بهتون گفته بودم روندم نزولی بوده. این کانال میتونه ابتدای یک روند صعودی باشه، میتونه باشه، نه اینکه هست. و از اینجا قیمت بخواد بره به سمت بالا، چون شیبش هم کمه، شیب کانال کمه، میتونه از سمت بالا شکسته بشه. اگر به سمت بالا شکسته بشه یعنی اصلاح ما خیلی میتونه عمیق‌تر باشه. حواسمون پس به این قضیه باشه. یه دونه
نشانه دیگه هم ما اینجا داریم، عین چیزایی که میگم البته برعکسش توی DXY هم هست دیگه، اونجا تکرار نکنم. عیناً همین کانال رو به صورت نزولی با شیوه کم مثلا توی DXY داریم. خب اینا خیلی برعکس همن دیگه. یه نشانه داریم اینجا، این که دفعه آخری که قیمت از سقف کانال ریجکت خورده اومده تا میدلاین و بعدش رفته بالا، یعنی نتونسته خودشو برسونه به کف کانال دوباره. این خودش یک نشانه است مبنی بر اینکه این کانال میتونه از این بالا شکسته بشه. دقت کنید این فقط و فقط یک نشانه است. هرچه تعداد نشانه ها برای یه اتفاقی بیشتر باشه، احتمال رخ داد اون اتفاق هم بیشتره. هیچ وقت 100% نمیشه، میدونیم هیچ وقت هیچ چیزی در بازار 100% نمیشه و نشانه ها رو فقط به عنوان یک احتمال بهش نگاه بکنید و شروع کنید نشانه جمع کردن. با یه نشانه هم تصمیم نمیگیریم، ممکنه همین الان از این سقف کانال ریجکت شیم بریزیم. خب اوکی، پس این نشانه چی شد؟ خب یه نشانه بود دیگه، یه آلارم بود که ما فقط حواسمون رو جمع کنیم که چه اتفاقی داره تو بازار میفته. هر چقدر تعداد این نشانه ها بیشتر باشه، طبیعتا تحلیل ما میتونه احتمال وقوع بالاتری رو هم داشته باشه. این از وضعیت شاخص دلار که حالا این سقف کانال اینجا تقریبا با این گره‌ای که توی این مسیر تشکیل شده هم یه جاه، یعنی جای محکمیه، اگه خوب بشمونتش خیلی میره بالا، چون بعدش دیگه چیزی نداریم، اینجا خالیه، بعدش خیلی خوب میتونه بره بالا. همین رو برعکسش رو توی DXY هم میتونیم ببینیم، فقط تفاوتی که DXY داره اینه که این سطح حمایت مقاومتی که شکسته شده اینجاست، یعنی همون موردی که گفتم سطحشون یه جا نیستن و این یه مقدار کارو سخت میکنه اینه. DXY اگر بخواد یه پول بک بزنه به سطح شکسته شده کلی باید بریزه، در حالی که روی یورو دلار دیدیم روی این سطح سبز رنگه بود. پس این دوتا یه جا نیستن، یه مقدار تحلیل ما رو سخت‌تر میکنن. اگر یه جا بودن با خیال راحت تحلیل بکنید و کارتون رو پیش ببرید، ولی وقتی نیستن یه مقدار دقت بیشتری لازم داریم. خب عیناً همون این منطقه هم عدد بهتون بگم، عدد 105 دقیقاً، یه سقف 105 داشتیم شکسته شده رفته به سمت بالا. یه مقدار بیاد زیر این سطح 105 تحلیل بلند مدت ما دچار مشکل میشه. من تا وقتی که نیومده زیر سطح 105 DXY کاملا صعودی میبینم، بیاد زیر 105 یه مقدار تحلیل بلند مدت ما رو باید روش تجزیه نظری انجام بدیم. 4 ساعته DXY رو هم ببینیم، فعلا در فاز اصلاحی هستیم، همون کانال نزولی رو اینجا میتونیم ببینیم، کانال رو به این صورت رسم بکنید، برخوردها به میدلاین، سقف و کف کانال واضحه و داریم به سمت کف کانال حرکت میکنیم. اگر در این حالت کف کانال باز با این مثلا این سقف گره قبلی یک جا قرار بگیره، جای خوبی برای حرکت شاخص دلار به سمت بالا میتونه باشه. اگر بشکنیم ولی تا این سقف، تا این کف یعنی 105 رو میایم اینجا رو بشکنیم، یه خورده دیگه باید تحلیلمون رو دوباره روش انجام بدیم. فعلا ولی نتونستم هر چقدر که نگاه کردم جای خیلی محکمی رو انتخاب کنم برای حرکتش. مثلا توی تایم فریم روزانه مثلا پیوتا رو انداختم، دیدم هیچ پیوت خاصی جایی نداریم، پیوتا رو برداشتم، مثلا میانگی متحرکا رو انداختم، مثلا خیلی توی در و دیوارن اینا، خیلی نتونستم جای محکمی پیدا کنم که بتونیم با اطمینان بگیم از اونجا قراره بلند شه یا از این جور مسائل. این از یورو دلار و DXY. بریم سراغ طلا ببینیم که وضعیتش به چه صورته. خب طلا رو بررسی روش داشته باشیم. روند اون که خیلی صعودی بود، گفتم بهتون طلا نیاز به استراحت هم داره چون خیلی رفته بالا. الان رفتیم تو فاز استراحت و اصلاح. یه کندل، یه خط روند داشتیم تو تایم پایین‌تر که شکسته شد، بعدش هم ریخت، کاری نداریم به این خط رونده، پاکش میکنم. از نگاه کندلی بهش نگاه بکنیم. این کندل چیه؟ یه کندل پرقدرت قوی، بهش میگیم کندل اینگالف یا پوششی. راجبش صحبت میکنم کاملا، الان فقط دارم پیش زمینه میگم، بعدا مفصل راجبش صحبت میکنم. فقط الان حواستو جمع کن ببین دقیقاً بهت چی میگم. کندل اینگالف، اولا کندل های اینگالف هر چقدر بزرگتر باشن و شادو بالا و پایین کمتری داشته باشن قوی ترن، طبیعیه. این کندل این ویژگی رو داره، بزرگتر نسبت به چی؟ نسبت به کندل های قبلی. الان سر و ته این کندل اینگالف رو بگیریم از بالا و پایین، اتفاقی که میفته چیه؟ ببینید چند تا کندل قبل رو اینگالف کرده و پوشش داده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا کندل قبلی رو اومده اینگالف کرده و پوشش داده. این یک کندل اینگالف خیلی قوی بهش میگیم، چون هم بزرگه، هم شادو بالا پایین نداره، هم 10 تا کندل قبلی رو پوشش داده.
بعد از حالا آیا این نشان دهنده ریزشه؟ بستگی به جا داره. اگر کندل های اینگالف به این قدرتمندی در جهت روند زده باشن، کار ما خیلی قشنگ و راحته. آقا در جهت روند یک کندل اینگالف قوی هم زدیم، خب پس روند ادامه پیدا میکنه. اما اینجا مثال ما خلاف جهت روند اتفاقی که برای طلا افتاده، پس اینجا یه دوگانگی به وجود میاد. اولا روند سعودی قویه، پس خیلی خریدار داریم. دوما خیلی فروشنده به بازار اضافه میشه با توجه به این کندل اینگالف و الان اینجا درگیری به وجود میاد. خب ببینید این کندل که زده شده، بعدش یه کندل دیگه زده شده، ریخته شادو شده، یعنی انگار یه سری فروشنده اضافه شدن، قیمت رو آوردن پایین، بعد اینجا خریدارا جمعشون کردن بردنشون بالا. به همین دلیل اینجا بازار گیج میشه. 3 روزه که گیجیم و نمیدونیم میخوایم چی کار بکنیم. به همین دلیل این تقابل خریدار فروشنده هایی که بر اساس این کندل اینگالفی که سنتیمنت نزولی به بازار میده و روند کلی سعودی بازار به وجود اومده. حالا اگر این کندل بخواد برگرده و پر بشه، یعنی فیک بوده و کار نکرده، من معمولا حد وسط این کندل اینگالف رو در نظر میگیرم، یعنی 50%ش تقریبا اینجا. دقیق بخوای کار کنی میتونی یه فیبوناچی بندازی روش 50%ش رو تست بکنی، ولی چیزی نیست که قانون باشه. خودم این رو به عنوان یه چیز کلی در نظر میگیرم. اگر این کندل های بعدی که اینجا دارن تصمیم گیری میکنن توی همین محدوده بازی بکنن و نتونن بالای 50% این کندل اینگالف کلوز بدن و بعد شروع کنن به ریزش این کفه رو بزنن، این یعنی این اینگالف کار کرده و ما میخوایم بریزیم. اما اگر که این بالای 50% این کندل اینگالف کندلا بیان کلوز بدن و برگردن به سمت بالا، این به این معنیه که این اینگالفه فقط یه تکیب بوده و بعدش قرار نیست ریزشی داشته باشیم، و همچنان به این معنیه که این بالای اینگالف زده میشه و به اندازه کندل اینگالف هم حتی بالاتر حداقل میریم. یعنی دارم به عنوان یه الگو بهش نگاه میکنم، چرا که یه الگو دیگه، یه چیزی که در بازار تکرار میشه بهش میتونیم بگیم یه الگو. این الگوی اینگالف هم همینه. حالا درسته که به عنوان الگوی کندلی اینگالف ما داریمش ها، چیزی که من میگم فقط جداه. پس این رو اینجا در نظر داشته باشید که شرایط به چه صورته. الان این سطح 50%ش که تقریبا قیمت 2350 تا 55 و این زیر محدوده 2290 سطح تصمیم گیری ما برای طلایه که آیا طلا میره تو اصلاح عمیق تر یا خیر. فعلا کاملا گیجیم این وسط. خبر امروز هم قطعا میتونه بهش جهتی رو بده. همینو بیایم مثلا توی تایم فریم 4 ساعته، تایم فریم پایینتر، کاملا میتونید ببینید. الان این بالا 2 تا مثال براتون بزنم. یه اینگالف داریم، خب خیلی هم عالی. خب اینگالفی که زده، کندل های بعدی که رفتن تو فاز تصمیم گیری نتونسته بالای 50% کندل اینگالف کلوز بده، اومده این زیرشو زده و بعدش ببینید که چه شکلی ریخته. یعنی وقتی میخواید بفهمید یک کندل اینگالف کار میکنه یا نه، من به تجربه دیدم این شکلی میتونیم بفهمیم کار میکنه یا نه. بازم احتمالاتیه، یه وین ریت مخصوص به خودشو داره، به شرایط بازار بستگی داره، به اینکه در جهت روند باشه یا خلاف جهت روند بستگی داره. قانونم نیست، چیزیه که خودم بهش رسیدم خواستم بهتون بگم. این پایینم دقیقاً داریم یه کندل سبز بزرگ اینگالف داریم، 3-4 تا کندل قبل کاملا پوشونده. 50%ش کجاست؟ 50%ش اینجاست. آیا تونسته کندلی زیر 50% کلوز بده؟ نه. حالا اینجا درگیری است دیگه، درگیری بین اینجا. اگر بیایم این شادو، این پایین، این کفو بزنیم، یعنی این که میخوایم برسونیم خودمونو به ابتدای اینگالف و میخوایم بشکنیم و بیشتر بریزیم. اما اگر بیایم بالا و این شادوهای بالا رو از اینجا بشکنیم، یعنی این که این اینگالف قرار کار بکنه و در جهت روند ادامه حرکت رو به سمت بالا داشته باشیم. پس خلاصه کنم مطلبم راجع به اینگالف هرچه بزرگتر و بدون شادو بالا پایین باشه قوی تره و هرچه تعداد بیشتری از کندل های قبل رو بپوشونه قوی تره. خب بعد از اینگالف معمولا، نه همیشه، اکثر مواقع میریم تو فاز تصمیم گیری. این میگیم فاز تصمیم گیریش که آیا اینگالف کار میکنه یا نمیکنه. اگر قرار باشه کار بکنه، نباید کندل زیر 50%
کندل اینگالف کلوز بده و بعدش به سمت بالا حالا این سطح حمایت مقاومتی که تو تایم فریم های پایینتر هست رو بشکونه. اگر هم زیرش کلوز بده معمولا میاد کل اینگالف رو بر میگرده و بعدش هم حتی 2 برابر اینگالف در اون جهت حرکت میکنه. خب اینا رو همه رو پاک بکنم. این از وضعیت طلا. پس الان سطوحمون رو داریم دیگه، بریم تو تایم فریم های پایینتر نگاش بکنیم. سطوح مهمی که اینجا داریم یکی این سطح برای طلا برای امروزمون 2334، حالا بگیریمش 30 تا 35 محدوده در نظر بگیریم که محدوده مقاومتی مونه. محدوده حمایتی مونه هم اینجاست 2310 تا 12 تقریبا محدوده حمایتی مونه. تصمیم گیری طلا قراره توی این باکس انجام بشه که بعد بفهمیم این اینگالفه که حالا تو این تایم این شکلی دیده میشه آیا قراره کار بکنه یا کار نکنه. پس حواستون به طلا باشه. خب اینم از یه سری نکته راجع به کندل اینگالف و تحلیل امروز. دیگه طولانیش نکنیم، به بقیه موارد، بقیه جفت درس‌ها، شاخصان نفت فردا و روزهای آینده حتما رسیدگیشو انجام میدیم. امیدوارم که روز خوب و معاملات پرسودی رو مثل همیشه داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.